وزارت مدافع تاجیکستان خبر سقوط چرخبال نظامی را در ناحیه روشان رد کرد. مرکز مطبوعات این وزارت روز 8 می در یک اطلاعیه گفت وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان اوید به پنگ گردیدن خبرها در سامانه‌های اجتماعی وابسته به عملیات مشترک مقامات حفظ حقوق در ولایت مختار کوهستان بدخشان که گویا ضمن آن یک چرخبال نظامی تاجیکستان در روشان سقوط کرده است خبر را رد می‌نماید و اظهار می‌دارد که این معلومات یگان اساس واقعی ندارد. قبلا شورای روس اندری سرنکا در تلگرام کانالش خبر داد که روز 8 می سال 2022 در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان یک چرخبال قوه‌های مسلح تاجیکستان سقوط کرده است. تصدیق رسمی این خبر در دست نیست، ولی اگر این راست باشد حادثه‌های کنونی می‌تواند به مناقشه بزرگ مسلحانه در منطقه بپیچد. چرخبال را با رگت زدن نمی‌شود، نوشت سرنکا. او بعداً اضافه کرد که با ساکنان ومر مرکز مأموری ناحیه روشان صحبت کرده است و آنها با تصدیق خبر سقوط چرخبال گفتند که آن را از طرف افغانستان با موشک زدند. مردم روشان چنین سلاحی ندارند که چرخبال را بزنند. می نویسد سرنکا با استناد به ساکنان ومر. یکی از ساکنان ومر در مصاحبه به پایگاه خبری بامداد نیز خبر سقوط چرخبال حربی را تصدیق کرد و گفت این چرخبال برای عصبه پراکنده کردن ازدحام اعتراضگران استفاده میشد و هنگامی که میخواست گردش بزرگتر کرده برای تیراندازی نوبتی از هوا موقع متناسبی را انتخاب کند از بالای دریای پنج که مرز از روی آن میگذرد به طرف افغانستان گذشته است و نیروهای طالبان که افغانستان حالا زیر نظارت آنهاست چرخبال را با ضرب موشک سقوط دادند و مرد در نزدیکی مرکز با ولایت بدخشان افغانستان جایگیر شده است. از روشان همچنین درباره کشته و زخمی شدن چندین نفر در ساعت‌های اولی عملیات ضد ترور خبر میدهند. به گفته ساکنان عملیات حربی در اینجا ساعت 6 صبح 18 می آغاز یافت و نیروهای مسلح از داخل قسم نظامی واقع در ومر به کوچه و ریخته به تیرپرانی و بازداشت رهگذران پرداختند. بعداً کوفتکوب خانه به خانه هم سر شد. ساکنان روشان میگویند از صبح به این طرف در ومر و اطراف آن صدای تیرپرانی ها شنیده می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیمه دوم روز 18 می خبر داد که در جریان ناآرامی ها در روشان یک افسر کمیته دولتی امنیت ملی و 8 نفر از آن طرف کشته شده، 13 خدمتچی حربی و 11 نفر از آن طرف زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی گفت بیش از 70 نفر از زادگان روشان دستگیر شدند. وزارت کارهای داخلی میگوید عین حال وضعیت در ناحیه آرام بوده. انفراستراکچور اجتماعی و نقلیات جمعیتی به کار مقرری و ساکنان ناحیه به فعالیت روزمره خود آغاز کردند.